اینو نگاه کن، فکر کرده ما اسکلیم. کیا؟ مأمور اداره برق. بفرمایید. یالله. سلام حاج آقا. سلام علیکم. شما واقعا عراقی هستین؟ بله ما عراقی هستیم. من ببخشید نمیدونستم. ما پول برق نباید بدیم. برای ما آب و برق و گاز همه مجانی هم. میشه من یه حال مشتی بهتون بدم که دلخور نباشید؟ ببخشید. بله. اسمم آب برقیه، میدونی کارم چیه؟ کارم اینه که برق ایرانی رو سوپله کنم، برقشونم قطع کنم. برقشون رو سوپله کنم، برقشونم قطع کنم. برق عراقی ها رو مجانی من رد کنم، مجانی من رد کنم، مجانی من رد کنم، مجانی من رد کنم. حاجی جون ببخشید مزاحم شدیم. فی امان الله. خدا نگهدارتون. اینا به من اینجوری درشون مالیت. از این بعد ما هم عراقیم.